ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، حالا دل زینب نام نمایشنامه تئاتر دولتی اکادمی درامایی به نام لاهوتی را از روی اثر ان مراس و شمسی قیامف شنوید. حوله خالنظر در تحت وایش انگور سه پایه رسامی ایستاده است. طالب اشوله خوانده صورت خالنظر را که در ستول نشسته است میکشد. خالنظر از تأثیر گرمی با رویمال گاه پیشانش را گاه گردنش را پاک میکند. دریا عرابه میان دریا جذبه آب شدن مرزا نعمت را شد جذبه آب شدن مرزا نعمت را شد مرزا نعمت خواستگی سیب سرخی کاستگی سیب یافت و گل نکرد سر یافت و گل نکرد آچش مرد و گر نکرد آچش مرد و گر نکرد یک دیگ آشدم نکرد. اوف دیگر نمیتوانم، طاقتم تاق شد. اندک رحم کن طالب جان. یه خال نظرمک باز اندک دیگر برداشت کنید. برداشت کنید گفتن گپی آسان. در تحت این آفتابی تنسوز به جای من تو را میشناندند، آن وقت دکر باز میکردی. اوف طالب جان انصاف داری پسرم. آخر نیم ساعت گفته 3 ساعت مرا با این جامعه گرم در این آفتاب ششلینگ میکنی. خودی شما گناهگار خال نظرمک آن رو مکن نشسته شامی آبشنگی برین به هر طرف پیچ توپ نمیخوردید کای ها تموم میشد. همیشه یا به این طرف پیچلک میزنید یا به اون طرف. خب این ترانچک به من شلوک برین چسبیده گرفته است. خیر کشیدن گیر تستر جمپ. انا ولی باز 5 دقیقه امک جان. 5 دقیقه تو را نقص میدانم. میفهمی در پراولینیا همه به من منتظر. یک روز اندک انتظار شوند هیچ واقعی نی امک جان. این هم سپارش مهم. چی؟ بریگادیر رئیسی کلخوز را منتظر کرده ماند. این خوب می ایمانه میدانی پسرم راستش را گویم می ما امروز با وی روزی توی را انیق میکنیم. توی؟ ها وی چیل توی؟ انا خلاص چخیلش چی؟ توی منو گل بی خالت بود می. البته که روزی توی ظریف جان جرید دیه. توی ظریف. حاضر رئیس انتظار من. ما در باره روزی توی به یک قرار می آییم، یعنی توی را این هفته گذرانیم یا هفته آینده. انا این گپی نو پسرش ما زن میگرفت است. وای کی را میگیرد امک؟ کی را میگرفت؟
البته که عروسک خودش راضیه. آه خال نظراته این طور باشد پگاه تمام میکنیم. چی؟ تو از افتش مرا پگاه هم بیرسمامی بستگی بر این کو؟ نه کفایه. اگر با کسی صورت من در کار باشد انا وای نامش چی بود؟ فتگراف رو فرستاند و یک بار چرک میکند و یک پیاله چای نوشیده صورتم رو تیار کرده میدید، لیکن تو برین مثل روده کشاله کرده نمیگردد. بله اما جان انا همین نگاه شما عیناً به من لازم بود. برکا یابید باز یک دقیقه. سبیل مالت رنگ تمام شده است. حاضر نوش رو میبیارم، یک دقیقه صبر کنید. بیار تستر. طالب به سوی خانه می رود. خانزه در این وقت زود از ایوان لوله را گرفته با بالای ستول راست می ماند. با وی جامه می پوشاند. با بالایش توپیش را می گذارد و خودش پنهان می شود. طالب رنگ می آرد. بعد از یک دقیقه شما آزاد می شوید امک جان. باب کردند پدر و پسر یک باره هر دو. انا جورگی و من جورگی. از زنگیریش یک دهن هم با من گم نزد. خودش مرا با اینجا دعوت کرد بیاد دم میگیریم، تابستان رو قطعی میگذرانیم، با حیات کلغوز نغز آشنا میشوی. گفت مغمبیر از توی باشد به من یک دهن هم گپ نمیزند. البته در اینجا یک گپ است. چی علاج؟ کلی خاموش استیم آخری کار چی میشده باشد. از دور اشوله قمری شنیده می شود. من حاضر باید رو باب میکنم. دلم از این دیاری پر صفا شد غرقی خورسند یاره. در این دوری سعادتمند خوشغم را نمیدانم. در این دوری سعادتمند خوشغم را نمیدانم. طالب در تگ سبد پنهان می شود. برایم شد میسر مکتب و علم و هنر دایم. برایم شد میسر مکتب و علم و هنر دایم. وطن را مثل مادر من عزیز و مهربان دانم. وطن را مثل مادر من عزیز و مهربان دانم. فقط شادی به میان است و من هم یاری و هستم یاری. برایم با وصفین گلستان شعر میخوانم. برایم با وصفین گلستان شعر میخوانم. قمری حولی را خالی دیده آهسته به سبد نزدیک می شود و یک لبی آن را می بردارد و با شاه کاسه دست دراز کرده قیماق را با اشتها می لیسد. قمری بار دویم به تک سبد دست دراز می کند، ولی در این لحظه طالب دست او را محکم می دارد. سبد چپه می شود. قمری طالب را که بر رویش شیر و قیماق چرخسه کرده دیکیچک نشسته است دیده حیران می شود. ای لگر به دست افتاده ده. اوی طالب اگر مرا یک ترساندید که اکنون معلوم شد که قیماق را هر روز که بیشلغم برکش میلسید است. مادرتان هر وقت از ما گمانبر شده میگفتند که قیماق رو گویا من و دادرتان ظریف رستی میخوردیم. اکنون آینه بر این روشن شد که قیماق بر ازلی کی بوده است. حاضر گل بیبی خاله را جیغ زده شما را داشته میدیم. جیغ زنید طالب اگر تیزتر جیغ زنید. مادرم آمده بیند. کنی بیند چه قیماق رو من خوردم یا که شما؟ من؟ البته که شما. باور نمیکنید؟ نه. انا با چشم خود بینید. وی ستیل آب را به نزد طالب می آورد. طالب به آب نگاه می کند. وای 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 با شورم شوربا ریخته است. راست شکین به دست افتادم. خوب شد، عجب شد. چاه کنده را چاه در پیش. خیر
میبینیم که این گپی که پیش میگذرد حالا در کوچه ما هم توی میشود. ما از شما یک التماس داریم. چی خیلی التماس؟ امروز بیگاهی در خانه مدنیت معروضه می شود. میدانید چی خیل؟ در موضوع بین الخلقی. بعد ارتیستان ما بازی میکنند. بسیار نست. اما این به من چی دخل داره؟ ما میخواهیم که شما هم در کنسرت ما اشتراک کنید. شما چه ها گفته سادات خمرخان؟ من کی و ارتیستی کی؟ خاکساری نکنید طالبک جان. من الکه شما را به پروگرام در آوردم. معلوم میشود که شما الکه ما رو بیرسپون بستم موندید که خمرخان؟ این چی خیل میشود؟ نپرسیده نرخ سبزی پیاز را نفهمیده یکی یک باره. انا برای مصلحت آمدم که باز چی؟ شما دایم انا همین رفتار میکنید. مثلا اول تقدیر دیگران را غایبانه حل میکنید و بعد خودتون را انا همین طور نشان میدید که گویا التماس میکنم. شما التماس میکنید؟ ها من التماس میکنم. اگر شما التماس کنید نوری دیده و تاجی سر. رحمت کدام غزل را میخوانید؟ با فکر شما کدامش را خوانم؟ کدامش که به خودتان معقول باشد همونش را. این طور باشد من غزل یکی از شاعران مشهور ما را میخوانم. انا این طبعی دیل برای جور کردن چطوری که در تئاتر ها دیده میشود به من شریک در کار. این سهل گپ شریک هم میابیم. باید شریک من وای دختر باشد قمری خان. دلتان هیچ چیز نمیطلبد کو؟ بلکه دوگانم مسرور خان موافق میآید. خود شما چی؟ من؟ شما از عهدش میبرم باشم می. شما قمری خان البته از عهدش میبره. اگر شما التفات کنید با جان دل. بسیار ناس. بیاید یک بار مشق کنیم. حاضر؟ اینجا؟ کار امروز را با فردا نگذار گفتند. چی میشد خود حاضر دلم رو کفانده با وی نشان میدادم عین وقتش. لیکن من نه شعرش رو میدانم و نه آهنگش رو. اینا شرط نه. شرط نه؟ شرط نه. گوش کنید. شما دختری هستید که من شما رو دوست میدارم. چی؟ نه میبخشید من یعنی گفتنی بودم که شما رول دختری من دوست داشتگی رو بازی میکنید. یعنی مثلا جوانی که همین اشعار را میخواند شما دوست میدارید که میخوان. یعنی من همان دختری هستم که شما دوست میدارید. بله. یعنی مثلا همان یگیت اشلا خواننده. یعنی همان. عجایب. انا اینجا استید. چرا اینجا؟ آنجا استم نمیشود؟ خیلی اونجا هم ممکن. اکنون راست با چشمانی من نگاه کنید. برای چی با بندیتون نه با چشمتون؟ برای آن که با بندیم نه با چشمم. خیر هرچی باد و باد از سرایچی یک گفتن میگویم. چی گفتید؟ نه من هیچ چیز نه شعرم را باید آوردم. نگارا من با چشمانت بمیرم، نگارا من با چشمانت بمیرم، زدی با یک نگاه بر سینه تیرم، زدی با یک نگاه بر سینه تیرم. فتاده مرغ دل در دام عشقت یاره، کمند دیگه سوانت را اسیرم، کمند دیگه سوانت را اسیرم. شاید آن عاشق بودی همه یکت باشد. غزلم معقول شده برین. با خوبی دختران چون اخترانم، با خوبی دختران چون اخترانم، تو در ما بین می بی نظیرم، تو در ما بین می بی نظیرم. چونان پر شد زشقت خانه دلم یاره، نغنجت فکری هستی در زمیرم، نغنجت فکری هستی در زمیرم. معلوم می شود که این سخنگوی در شأن من میگوید. از افتش خفه نشده برین. این علامتی نیکی.
بیادی آرزد شب تا سرگاه بیادی آرزد شب تا سهرگاه با مرغانی کوهستان هم سفیرم با مرغانی کوهستان هم سفیرم شراب زندگی بی تو ننوشم خریدارم با جان مردی فقیرم خریدارم با جان مردی فقیرم خریدارم با جان مردی فقیرم. گلبیبی که در این وقت از خانه میبراید بیت آخرین را میشنود. او را قمری و طالب نمیبینند. وای من مرم، باز این چی گپ بود؟ اشعله بسیار دلچسب. با شما معقول شد قمری خان؟ اشعله می؟ ها معقول شد. ممکن است خانهایش دروغ باشد، سنجیدن لازم. ساعتهای 7 به خانه مدنیت مرحمت کنید. ما به شما انتظار میشویم. بچهش ملیکه دلارامی من من حاضر رفته سر لباس میباشم و با سر دویده رسا ساعت 7 در همانجا شما را منتظر خواهم شد. شراب زندگی بی تو ننوشم یاره خریدارم با جان مردی فقیرم خریدارم با جان مردی فقیرم. طالب از شاخ درخت سچاق را میگیرد و اشوله خوانده خوانده میرود. هو بی حیا، هو لعنتی، این چی کاری کردگید؟ چی شد بیبی جان؟ باز چی شد؟ چی شد گفتم میپرسدیه؟ ها چی شد آخر؟ از این دیگر باز چی کار میشد؟ در روز روشن در پیش نظر تمام اهل قشلاق عشق بازی میکنی و باز چی شد گفتم میپرسی؟ عشق بازی میکنم؟ در کجا؟ با کی؟ با شما چی شد مادر جان؟ یا خدایا توبه، خود حاضر در همین جا چی؟ این را میگوید می؟ استغفرالله توبه، شرم نداشته باز میخوانده دا؟ آرام شوید مادر جان، آرام شوید. ما ریپیتیسیا کردیم. ریپیپیپسا؟ ریپیپیپسا نه، ریپیتیسیا مشق برآمده امشبه. چی؟ حالا همین قلق‌های خنوکت را شبانه هم تکرار کرده نمی؟ خیر ایستاده است پدرت بیاید همش را یک به یک گفته تو را باب نکنم نمی شود. انا اکنونم به نشان می دهم. به پدرت میگویم که این کار نمک را خود حاضر همین روز از خانه برادر پیش کند. گلبیبی به نزد سبت آمده شیر گرفتنی می شود. وقتا که سبت را می بردارد می بیند که قیماقش را برداشتند. یا پیرم، وای من مرم، انا گوشنه مردم، منه بیار. قیماق رو باز پاکیزه لیسید است کن. بیبی جان قیماق رو من لیسیدم. تو؟ هم من. خیر ای تو تماما از آدمگری برآمده دختر. برای طرفگیری کردن این دایدو به مادرت گپ‌های دروغ میگویی و با شرم هم نمیداری؟ نه دیگر طاقت کردن نمیتوانم. کفایه. چیه؟ شرابی زندگی که چکمچه هایو خریدارم مرد فقیر بوده است. خیر ادبی تو برای مرد فقیر را من چنان نشان میدهم که راه خانه ما را گم میکنه. خال نظر می آید. چی ماجرا؟ به این دختر هیچ گپ توغر نمیبرددش. به وی پیش خالت رفته از حالش خبرگیر گویم وقتم نیست میگوید. دخترت البته وقت ندارد. بگاهی کار گفته برآمده میرود، بگاهی باشد کرژاک مرژاک مجلس پجلس کنسرت منسرت گویم برآمده میرود. پدر جان خودتان میدانید که من کار میکنم. کار میکنم روزانه کار میکنن. آخر شبانه چی کار میکنید؟ انا حاضر از نزدیک کلوب گذشته آمدم، باز اعلان چسبانده ماندند. بعد از معروضه کنسرت باز ترله و گیجدنگ دکدنگ. باز ارت میمانده گنده؟ احتمال
های دختر، از رفتاری تو من از آدمان شرم میکنم. میدانی اگر دختری من باشی در پیش نظری مردم قدمت رو دانستم. پدر جان معنی گپوی گفته استادت ها رو میفهمید یا نه؟ بیامان خب بس مسوید بس بس طرفشو نگیر. اگر مادر طرف فرزندشو نگیرد باز کی میگیرد؟ اگر در جای تو دیگر مادر می بود من اینه دخترشو به جا می آورد. تو باشی باز با بالاکاری بلی گویی هم میکنی. برای چی بارتان رو اینقدر به بالای دخترم پرتاخته؟ برای آنکی دخترانی به قد رسیده شبها کوچه نگشته جیمکک در کنج خانه می نشینند. چی؟ شما میخواهید که مرا در بین 4 دیوار حبس کرده از کار و بارم و از دوستانم محروم کنید؟ بلکه فرنجی هم میگرانید. اگر خواهم فرنجی هم میگرانم. من اصلا به این کارت راضی نیستم. بس کن. بس شد. ضعیف میآید و این سخنها رو میشنود و در حال از ماجرا پی میبرد. چی گپ؟ هیچ گپ نه پسرم، هیچ گپ نه. در کتابخانه کار کردنم با پدرم نمیپارید است. در کروژاگ اشتراک نکنم بود است. باور نمیکنم. دادا از راستش من کردید؟ من کردم. دیگر برای وی ایزا کشیدن نمیخواهم. کی میخواهد که دخترش از مردم شر نداشته در کوچه قشتل اصول بازی کرده گردد؟ دادا این کار هیچ جای بدی ندارد. کتابخانه کروژاگ وظیفه اساسی وی راهبر کروژاگ. برای این هیچ کس او را سرزنش نمی کند. برعکس کالخاسیا همه قوم را بسیار حرمت می کنند. پدرم میخواهند که من خانشین شوم. دادا خودتان فکر کرده بینید آیا این از روی انصاف است؟ نخواد خواهر من بر این دختری چقانی با غیرت جماعتچی خوب خانه نشین شود؟ من میدانم که خود شما اشوله را دوست میدارید، رقص را کیف کرده تماشا میکنید. اگر دیگران اشوله و رقص کنند دوست میدارم، لیکن با این کار دختری من نه. دیگرها مشغول شوند. رو به خانه درا. بهتر که با کارهای خانه مشغول شو. پروا نکن خواهرم، کارها تخ می شود. قمری برآمده می رود. طرفگیر تو هم تیاریت رو دیدن گیر. مصلحتمان پخت. در آخر همین هفته توی من؟ برای چی اینقدر حیران میشوی؟ دادا آخر من فکرم را گفته بودم که من حالا یاش به نزدیکی 26 ساله میشوی. به جوره های هم قدت نگاه کن. همشان که ها خاندار شدگی، 2 تاگی 3 تاگی فرزند ها هم دارند. دادا بیای این گپ را مانده استیم. چه خیل مانده استیم؟ نه پسرم، اکنون من دیگر خاموش ایستاده نمیتوانم. من میخواهم فهمم که این خانه ما تا به کی خالی می ایستد. چقدر دخترهای صاحب جمال آتش بوسه نکردگی را از دست دادیم که یک تاش از یک تاش خوشرویتر بود. تو باشی اینش پچق و یش پچق گفتی. خودت میدانی که بچیم گول بخار نمی شود. باز چند وقت دختر خوش میکنی؟ سن و سالت گذشته ایستاده است. نه کی ها فرصت رسیده است که صاحب خانه و جا زن و فرزند شوی. ما با پدرت آرزوی هوس داریم که در وقت زنده بودگی همان سرک تو را دوتا کرده توی تماشای تو را بینیم. بچه های تو نبیره های ما را بینیم. انا آبی دیده هم سر شد. باز کم تر صبر کنید. باز صبر؟ نه طاقتم تاق شد. اگر تو را تستر خاندار نکنیم از عالم بی خانمان میگذاشتگی بریم. خوب اگر راست گپ را گویم میسره شما با من معقول نی. باز این چی گپش بود؟ میسره معقول نبوده است؟ برای چی میسره ای ما بوده است؟ آوای را شمای مادرم خوشکده فاتحه کرده بودید که؟ چی فرق دارد؟ امروز نه فردا معقول می شود. فکرهای غلطی میگوید دادا. بس غلطی می نمی؟ در آخر همین هفته توی. دادا من شما رو حرمت میکنم، جنجال هم کردنی نیستم، اما دانسته گیرید که توی پوی نمی شود. خیلی نمی شود. نمی شود گفتم بس سلام. من با تو ترانچک میگویم که می شود. میسره شما را هم نمیگیرم، دیگرش را هم نمیگیرم. نه تو میسره را میگیری. هیچ وقت نمیگیرم. پسرم یک روی نکرده راضی شو. ما فقط بخت تو را میخوایم بچه کم.
مادر جان، دانید که سخن درباره حیات من رفته ایستاده است. این سودای عمر. شما چخیل مرا با عرف و عادت‌های کهنه خانه‌دار میکنید. دختری دوست نداشتم را گرفته میدید. اما مادر، این خیل دختر را از 7 اقلیم هم یافته نمیتوانی بچه. خدا کش نازنین، عقل کش رسا، پزنده و سازنده، در کلخاز اصلا پیش. با بالاکاری این دختری رئیسی کلخاز. این هزیل گپ نیه پسرم. دختری رئیسی کلخاز بود است. من رئیس را نیه داده بلکه دخترش را میگیرم. این دختر را دوست ندارم، چیکار کنم؟ اقلم بس، جای بس مناظره نی. کار پختگی تو میسره را میگیری. تمام و سلام. طالب در آمده می آید. طالب جان در وقتش آمدی پسرم. اینجا بیا اینجا بیا اینجا بیا. کاری دوام میدیم امک دوام. نه تو کنی گوی. گپی کی درست؟ گپی من درست یا گپی پسرم؟ البته خال نظرات گپ شما درسته. آب را ندیدم موزت را نکش. اول تگی گپ را فهم بعد دهانگ شده گپ زنده جوره جان من با تو پیشکی گفتم میتوانم که گپی پدرت حق است. انا دیدی گوش کن طالب جان. ما چالو کمپر قرار دادیم که سری پسر ما را دود کنیم. بسیار خوب، کاری عقلانه. خوش بس مسئله آمدید. کی توی می شود؟ اتستر توی شود که یک توی خوری کنیم. ما با ظریف جان جگر نپاشیم هم. ما جوره های قرین هستیم. این یک توی تماشا دیم که مثلش در جان نشده باشد. ای جوره جان، تو توی تماشات را مانده ایست؟ من هم همین را گفته ایستادم. تستر توی کنیم. این بچه یک رو باشد. دختر شمایان یافتگیتان به من معقول نمیگوید. تو به این چی میگویی پسرم؟ چی میگفتم؟ بدام افتادم که گپ زن تا که عقل جرأت بجایش آید. البته جرأت تو باید میدانیم. اگر ما مغزه که فکر کنیم البته شما دشمنی پسری خودتان نه. البته شما بلکه بختی وای را میخواهید. نباشد چه بیشوب البته. اما لیکن اگر مسئله را همه طرف محاکمه کنیم با فکر من قسما گپی ظریف هم جان دارد. یعنی چیل؟ البته با فکر من به شما حیات دیاد. خال نظرات با فکر من خاله جان در این مسئله سراسیمه شدن در کار نیست. یعنی چه سراسیمه شدن در کار نیست؟ سراسیمه شدن در کار نیست. آخر فرصت دید خودی ظریف فکر کرده بیند. ارو شونده رو نقص سنجد دوست دارد و چی بود این آخر؟ چی؟ ارو شونده رو نقص سنجد؟ ما سنجیدم کفایت. البته اما خودی و این نقصتر داند نزدیک شود دوست دارد از همه اول نقص بیند. امک وای باید زن گیرد. اگر شما وی رو مجبور کنید وای البته وای باید میسره را بزنی گیرد. یک بود گفته من ای فرزند بزنی میگیری میسره را. هیچگاه نمیگیرم من نگردم زی کوری خود اصلا. رحم ما ها ای فرزند شیشه آرزوی ما مشکن. گوش بر من دیهد غم نخورد سازم آرام ظریف را خودی من. گپ من یک نیو خلاص این است که گرفته هم میسره را. سرم گوش کن سخن پدر قبول نمو بشنو گفته پدر. مصلحت کرده ای عزیزانم حل نماید مشکل ها را. هست محبوبه خودم خوش رو زندگیم حرام است نیه دادا جان توی پوی نمیشود. من میسره را نمیگیرم. من دیگر دختر را دوست میدارم و فقط انا همون را میگیرم. انا همین. چه گفتی؟ خال نظر از خود میرود. وای مامون دادا جان شما چی دادا؟ رو جرا فعلی پدر رو میدانی که در این خیلی مورد هرازگی داده بعد کار خود را کردن علاتر است. دادا جان چی شد؟ آرام شوید امک آرام شوید. زودتر دختر جیغ زنید. زودتر تاز بچم از ودا آب بیار تاز. خب منا دادش منا یک قلدک آب خورک نشید چی؟ آب خونوچی لازم؟ آبی ودا یک بار خیلی ملش
امک جان شما آرام شوید آقا شما مرد کو سلامتیاتون رو نگه دارید کار گل بر این میشود امک راهی زمرت در آمده می آید. دختر سلام سلام دخترم سلام آخر روی داد کسافت دخترم کسافت روی داد دوپت درست بود بناخست کسر شده بناخست نیکم پر جان دایما دایم کسر با شما چی شد خان نظرات اوه نبزشان معتدل دیلم از قالبش میبراید دیلتان آزار میدهد ها دخترکم دیلم درد میکند اجازت دهید تپش دل را گوش کنم گوش کن گپی منی مای سفید را گوش کن حاضر گوش میکنم پدر کنی کرتاتون را کشید کشیدن چه حاجت تو همی خیلی گوش کردن گر نه من میخواهم که درست تر گوش کنم نه تو بیا این اسباب خودت مرا گوش کن خوش کجایتان درد میکند چی شکایت دارید از پسرم دختر از پسرم شکایت میکنم از ظریف ها انا از دست همین ظریف یک راو دخترم اگر میدانستی که بسر ما چه خیلی کلفت و چه خیلی مصیبت ها کمپر جان تو جیمیست من خودم یک برک گفته میدیم پسرتان چه خیلی خفه کرد خال نظراته پدر و مادر را حرمت نمیکند موی سفیدی مرا به اینابت نمیگیرد گپ های مرا به زمین میماند دختر به زمین میماند آتشین نشوید عصبانی شدن آدمی کسل ضرر دارد انا دیدی برای چی وای شما را اینقدر خفه کرد دختر خودت فکر کن خودت حکم کن آخر همه تیاری توی را دیده ماندیمو چی؟ من میگویم کی همه تیاری توی را دیده ماندیمو اره شونده باشد چنان نازنین کی مثلش در 7 اقلیم یافت نمیشود پسر ما باشد چنان یک روی کرده ایستاده است کی در تگ در ظریف پیدا می شود. این گردن شخ از زنگیری سرکشی میکند دختر شمایان یافتگی به من معقول نمیگوید وی دیگر دختر را دوست میداشته است های بچه دانستگیر اگر از گفی من و از گفته های مادرت برایی آق میکنم وی معشوقه را نه تنها به این خانه راه نمیدیم حتی قدمش را با آستانه خانه گذاشتن نمیمانم این را نزد دانستگیر بچه احوال زمرت بد می شود. دخترم به شما چی شد؟ دختر احوالتان بد شد می؟ به شما چی شد؟ هیچ گپ نی میبخشید خاله جان اندک سرم چرخ زد آب نوش دخترکم یک قلتکک آب نوش در را گذاشته میرود دخترم یک قلتکک نوشید احتمال از تصفیه گرمی باشد همین زمان گذاشته میرود میبخشید من اندک سرم چرخ زد انا این والریان که نوشید در حال سبک میشوید سوخت باید چی بود دکتر میمونم میبخشید امک جان میبخشید خاله جان من تماما سر کلابم را گم کرده ماندم با جای والریان که سپیرت دادم میبخشید سوخت انا این والریان که نوشید تو درست تکک بین باز یکم بلای دیگر نباشد نه والریان که نیدتش بلالنکه بود است نوشید امروز شما راحت کنید پگاه به میدپونکت به نزد من بیایید من شما را درست‌تر میبینم نه دیگر خاموش ایستاده نمیتوانم پدر جان مادر جان من کی را دوست میدارم انا با کی خانه‌دار شدنی هستم چی؟ خاموشی بینای خانه مدنیت کلخازی در پیش از طرف چپ و راست کمیکه ها ایستاده در پس آنها بوته های غو سبزیدند ماهتاب به صحنه روشنی می پاشد ظریف در اسکمیک زمرت را پاییده نشسته است طالب می آید
ana oshiqi beqarori مادر کجا بوده است؟ و جراجان براش تو مجنون بر این آه و آه کرده میگردی ها؟ با گفتن آسان طالب، اما تو چی بودنی عشق و محبت را نمیدانی. اگر به فهم عشق و محبت میرفتی. من چی بودنی عشق و محبت را نمیدانم. ای عزیزکم، اگر راستی گپ را من به تو گویم، خودی من هم از برای خدا عاشق شیدای یک دختری نازنین شدگی. چنانچه شاعر گفته است، گفتم همه پابند تو شد. گفت شما چی؟ گفتم زیغمت سوخت دلم. گفت به ما چی؟ محبوبه تو کی؟ محبوبه من؟ آخ، یک دختری صاحب جمال. خودش کی؟ کجایی؟ وای خودش جراجان میدانی؟ وای حالا اینش مخفی جرا. مخفی باشد معلوم میشود که دروغ بوده است. نخواد که تو هیچ چیز را پای نمیبری. اون نخواد تو حس نمیکنی که من، یعنی من به فراق یارم تماما سوخته کباب شدم که تو ها؟ جراجان از تو بوی کباب نمی آید. عمر باقی باشد میبینی جراجان. حالا خودکت میفهمی. طالب با سخن خوب جامه میپوشانی جا. برادر عزیز، من خفگی را دوست نمیدارم جرا. خودت گوی تو آدمی غلطی یا نه؟ با جای تو کسی دیگر میبود که با چهار طرف میدوید و غیرت میکرد و با مراد و مقصدش میرسید. برادر، با گفتن آسان، اما در زندگی عکسین میشود. تو آشنا ویج کردن اگشت مسئله را کن دلنگ پرتومان. فعلی پدرم را خودت میدانی که سبیل ماند این عرف عادت های کهنه. میخواهی من به تو یاردم کنم ها؟ همه کار رو به من حواله کن. من یک پلان دارم. از امروز اعتبارا من در غم تو قسم یاد میکنم اگر خودی فردا خال نظرمک زمرت رو به تو توی کرده ندید، من نامم رو طالب نمیمونم جره. ظریف میرود، از خانه مدنیت قمری میبراید. آیا شما باوری دارید که پدر و مادرتان به اینجا میآیند؟ مستر آنها را 3 دفعه رفتم مخصوصا جیغ زد. از نام تشکیلات پرتوی دعوت کرد. قمری خان از افتش همونها با آمدنش هم خوفی کلام داشتم. بیایید از اینجا میستیم، روی مال را بسر پرتید. قمری با روی مال سر رویش را میپوشد. طالب در این وقت جامه و شلیپی در دستش بوده را میپوشد. عینک را به چشم میگیرد. گل بیبی و خال نظر میآیند. برای چی؟ با تو میگویم کمپیر جان، برای چی مرا از جا خیزاندی؟ کمپیر، آخر من کسر را از چه سبب با کلوب کشاله کرده آمدی؟ از چی سببتان چی؟ به همه اعلان کردن که به خانه مدنیت بیاین. لکسیه می شده است. از دخترمون هم خبر داشتن لازم است آخر. خیر کمپیر جان، کی بود شما لکسیه شناو شده ماندید؟ من از دیگرها چی کمی دارم؟ من هم میخواهم که در دنیای روشن چی ها شده ایستاده است فهمم. خیر استید که بعد از لکسیه چی کار میکنیم؟ در کنسیت دختری تو اصول بازی میکند و ما برای ما پستک چکشته میشنیم. خیر چی بدی دارد؟ امانت که رقص و اشوال خانه کرده دورش را راند. در جوانی خورسنده نکند کی میکند؟ دورش را راند؟ تو هم کمپیر جان به نقاره دخترت بازی میکردگی بر این کو؟ راست میگوین که موی زن دراز عقلکش کوتاه است. بس گوشم را بتون کر کردید کن. خودتان از زنها هم بدتر لقیه. گرده نباشد به وقت میمانیم. ما به من نگاه کن. اما آنجا با خداها رو بره میشویم کو؟ با آنها با کدام رو نگاه میکنیم؟ اینطور باشد نگاه نکنید. نه نگاه نکنید بود است. به همه این خودی تو گناهکار در خاطر داری؟ گفته بودی که مانید رود خواند بازی کند. انا چی شد؟ در شهر نقص بد را دید، چشم رویش گشاده شد. انا اکنون هر گبر با پدر و مادر شرط میگردانده گشته مانده است. حالا نگاه کرده است دخترت هم به سر ما چوب میشکند. بس تماما خوش کردید که رفتی نباشد به وقت میمانیم. طالب آوازش را تغییر داده ماهرانه بازی میکند. عزیزم میسر خان، من دیگر بی تو زندگی کرده نمیتوانم.
بی تو دنیا به چشمم تاریک، بی تو حیات هم حیات نیست. جیم خاموش. محبوبم، فرشتم، میسر خان، به درد من دوا میسازید یا نه؟ از خوشتار تو ظریف چطور خلاص میخوریم؟ این توی را چطور ویران میکنیم؟ یگان علاج کنید دیه؟ میشنوی کمپیر؟ این آوازی میسره برین. کرین شونده ای ما وای مرم موی سفید. بیا رسیده گوش میکنیم. خال نظر و گلببی در قفای بوته های نزدیکی اسکمیه که در طرف دیگر ایستاده است پنهان میشوند. زودتر یگان علاج نیابید نمیشدگی برین. یافتم. من حاضر به پیشی پدری تو رفته صمیمانه میگم که من تو مرا دوست میداری. ما یکدیگر را نغز میبینیم. با شما چی شد؟ نه پدرم هرگز رازگی نمیدهد. یگان علاج دیگری کنید. این طور باشد به نزدیکات بی تشکیلات کم سمالی رو، به نزدیکات بی تشکیلات پرتوی رو گوی که پدر مادری تو و ظریف. نه پدرم مرا میکشد. میشنوی آواز همان؟ آیسته‌تر میشنود. آن وقت به پیش علاوه زاتخنیکی عالی به پیش داماد شونده ظریف رو خودت به وی گوی که تو او را بد ببینی، از 70 محلی وی بیزار استی، تنها مرا دوست میداری و گپ تمام. من به پیش وی روم؟ نه هرگز نمیروم. یافتم میگریزیم. چی؟ ما برایون به پیش مادر کلانی من میگریزیم، آنجا از عکس میگذاریم، بعد تاکسی رو میکنیم، با تنتنه پیش مادرت میآییم، پته زکس رو دستک میکنیم، مهر امضاش رو نشان میدیم و سانی عذر میپرسیم. چنانه که در عرفیت میگویند گناه کسی که به عیبش اقرار است سبوک است. آبای موی سفید زمان تازه هم ویران شده است. آیستتر. نه با شما چی شد؟ پدر و مادرم از غم و غصه نابود میشوند. یگان حیله دیگر یابید. حیله دیگر یک راه میماند. خودم به پیش ظریف، به پیش تاراج کننده بخت ما میروم، به پیش همان بوزبله بیوجدان میروم که خودش را به دختری او را بدبیننده مثل کنه چسبک میچسباند و روی راست میگویم که وی با نغز از سر را دور رود تا که من پای های وی را شکسته ابجغش را نبرارم. چی؟ با شما چی شد؟ طاهر جان؟ شنیدی کمپیر؟ نام عاشقش طاهر بوده است. اینجا وی جوابگر نه. اگر وی جوابگر نباشد باز کی جوابگر؟ پدر و مادرش جوابگر. نه آنها زورن او را با من خانه دار کردنی. پدر و مادرش؟ این خیل پدر و مادرها را زودتر بخور پشتک. خبر دادن لازم است که وی پوستک آنها را افشانده مسترشان را برارد. دوغش بلند کو. آیستتر دادیش، آیستتر میشنم. نه فقط یک راه است، گریختن. هیچگاه گریختن نمیخواهی، خودت گپ نمیزنی و مرا هم نمیمانی که گپ زنم. آن معلوم میشود که وی به تو معقول. چها بافته برآورده ایستاده اید؟ خودتان نغز میدانید که من هیچ کس را نغز نمیبینم. چی؟ هیچ کس را نغز نمیبینی؟ البته غیر از شما. عزیزم. کمپیر دار. طالب خم شده قمری را آغوش و بوسه میکند. خال نظر بی‌طاقت شده از کمین میبراید. آنها به هر طرف میگریزند. از پس قمری روی مال میافتد. دار کمپیر دار. انا بی حیایی، من شرمندگی. دیدی کمپیر؟ در کوچه مچی میکنم. دیدی کمپیر؟
کلین شمندت را دیدی؟ برای چی باید کلین شمندی من بودم؟ به همه این تونهگار این گوهر نایاب را تو کافتی، این دوری یگانه را تو یافتی. من؟ مگر این بی‌حیا را اول خود شما نیافتی؟ آیا تو و کمپردگانه های تو دهانتان را کف کننده تعریف ها نکرده بودید؟ ابروانش قلم برین، دندانهای صدف برین، لبانش یاقوت برین، رخسارش شفتالی لوچک برین، کاکلهایش زنجیر برین و پاشنش میرسد. مگر این سخنهای تو نبود کمتر جان؟ دادیش خیر میلش کاری نشده شد و رفت. من کر باشم چشمی شما کجا بود؟ موی سفید توکتی مسلحت رو در اینجا موندگی شما نبودید می؟ این طرف باشد برای که من آشی پلاو پختم و سری دسترخوان درست کردم. نه من این کار را همین طور نمیمانانم. این دایدو به خاک پای زرگ به هم نمیارزد؟ نه نمیارزد. من این کار را به تمام قشلاق به تمام ریان رفته آوازه میکنم. طالب در آمده می آید. خال نظراته خیرت شما در اینجا بودید امک جان؟ چی نکار؟ من راضی کردم امک. چی؟ ظریف بزن گرفتن راضی شد. با کی؟ با کی میشد؟ البته با عروس چای خودش میسره خواند. راضی شد؟ با خدا که راضی شد. راستی گپ تا وای را راضی کردم خونه جگر شدم. میدونید خودش گفت کی؟ وای با من گفت که با پیش پدرم میروم و میگویم من در نزد شما عیبدار مرا عفو کنید روزی توی را معین نمایید. خال نظر آتا جان میان را از 7 جاش محکم بندید و کاری خیر را پیش گیرید امک. توی پایین نمیشود. چی ها گفته استاده اید امک؟ حالا کار روغنی زرد برین رفته استاده است. توی را در خوابی شبش میبیند. چه حادثه روی داد؟ چنان حادثه روی داد که اگر گویم زبان میسوزد، نگویم مغز استخوان. مگر به عروس گل بدبختی روی داد یا باید بیتاب شد یا یکان؟ کاش که بیتاب میشد، کاش که به بلای عظیم گرفتار میشد این دایدو. گوید نباشد چی واقع روی داد امک؟ پسرم این دختری لعنتی با کیم کدام لعنتی؟ ایوای نام لعنتی چی بود؟ طاهر. طاهر نام لعنتی موچی کرد. موچی کرد. اگر میشودی که آنها در حق مایان خیلی گپای پست و بلند میگفتن پسرکی ما رو از گور گرفته به گور میزدن. ما رو دیده ترسیده به هر دو طرف گریخته رفتند، لیکن وای از دست من خلاص شدن نمیتواند. انا اینجا روی مالش رو افتانده رفته است. انا این اثباتی ناپاکی وای روی مال قمریکو انا گپ و من گپ. من این روی مال را به پدری دختر نشان میدهم، کردار دخترش را نقض دانسته گیرد. نه امک جان من این کار را به شما مصلحت نمیدم امک. چی؟ من که مردمی عالم کردار این دختری ناپاک را دانسته گیرند. التماس میکنم لازم نه. گیرد و پیش پوری آدم همه حالدان میشوند. دانستن گیرند. اگر وای امک جان اگر وای در پیش مردم شاد و روشن گوید که پسری شما را دوست نمیدارد با وای رسیدن را نمیخواهد بچه میشود. طعنه این گپا به خودی شما میرسد که امک جان یک فکر کرده بینه تا خاله جان آخر گپای وای جان داشته باشد. اگر برای کم فرض کنیم که با پروکورور رفته عرض کند که پدرش رئیس کلخوز و شما بریگادری نامدار او را زورن به شوهر دادنی هستید، آن وقت حال شما یان چی میشود امک جان؟ این طرفش هم یک فکر کرده بینید راست شما گردانید. شاید گپایش جان داشته باشد. امک جان حاضر زمان دیگر شدگی اول رازگی دختر را گرفتن لازم است. بله بیت من به شما مصلحت دهم. مصلحت؟ چه مصلحت پسرم؟ مصلحت منم این که کار را با آرامی آسایشتگی تینجکک حل میکنیم. چی؟ آرام؟ آسایشتگی تینجکک؟ نه من این کار رو همینطور نمیمانم. من به تمام قشلاق به تمام ریان رفته آوازه ها میکنم. میدانید امک جان شما با کی ازل کرده استاده اید امک؟ با کی؟ با خود رئیس کلخوز. رئیس کلخوز باشد چی؟ با فکر شما وای خفه نمیشود امک جان، جهل نمیکند. اگر شما مغل و غوغا بردارید و از پاده پیش چنگ برآورده دختر رو از بدنام کردن دست نکشید دیلی رئیس از شما نمیماند امک جان. با رئیس حسید کردن کار آسان نیست.
بله بله سلامت باشید خاله جان. برای همین من هم یک مصلحتی دوستانه میدم که کار را آیسته بی آوازوی دروازه بود بکنیم. ها دادیش طالب جان راست میگوید. آثری بی جنجالتون را جنجالا کردن به شما چی حاجت مانید روید؟ بیاید امک جان تا پگاهی روزی صبر میکنیم و بعد آب را دیده موزه میکشم. میلش ما با گپی تو در آمده پسرم تا پگاه صبر میکنیم، لیکن من این کار را همین طور نمیمانم. البته نمانید. اوه خدا را شکر برادر آوردم. های کمپر جان لبه پگاهی روزگتی به خانه عروس رفته فاتحهش را گردان. خوب شده است. بیساتهای دادم را گرداندگیر. امک جان روی ملکنی دید من با قمری میسپارم و با میاسر میدید از کچه افته میگه آخه میلش ما نه روی مال در دست خودی من میایستم. ای امک جان خب من راضی، فقط برای احتیاطکاری التماس میکنم امک جان که به هیچ کس نشان ندید. اینش باز برای چی؟ حتی به گل بیبی خالم نشان ندید. در عرفیت زبانی من دشمنی من میگویند. پگاه گل بیبی خاله به خانه عروس میروند. عادت زنها رو خودتون نقض میدونید. به ناگاه از دهنشان برآمده رود اگر بعد میش را شنیدن گیرید کار را بلا میزند امک جان. بهترم این که خودتون یک فرصتی مناسب را یافته با این روی مال دهن مردم را نازک خودمون میبندیم. راست نظر و گل بیبی برآمده میروند. از برف گریخته به باران دچار شدم. روی مالی لعنتی. کار اکنون چطاق رسوا شد، اسر پنهانی آشکار شد. اخ چی کار میکنم طالب جان، آی لاجت را زودتر یاب طالب جان. روی مال را چی سال رساوند، من خیتر هم ماجرا چونه شد دیدی، چونه شد دیدی. خیر طالب تو غم نخور بسیار، نیاز نخور نگیر غم نخور. بهترش شد در علاج کار، روی کمال را پکستان دست کن. عمری جان عزیزی خوش نیم، با گلکی نازن رای برجستم که خوب کنیم، ما پدر رو پگاه با کنیم. قمری غضب‌آلود پیدا می شود. خوش این چی کاری کردتون؟ شد کی اجازه داد که مرا بوسه کنید؟ میبخشید قمری خان، ما که درباره بوسه مصلحت نکرده بودیم. مصلحت نکرده بودیم. پس این چی معنی دارد؟ معنیش همین که من شما را دوست میدارم. میدونید دوست میدارم. خنده لالی لبت برده قراری دلی من. خنده لالی لبت برده قراری دلی من. نرگس با نگاه کرده شکاری دلی من، کرده شکاری دلی من. یک دم بیتود ها جوشن جانم و خزان، جوشن جانم و خزان. گلی بیش گفته روی تو باری گلی من. گلی بیش گفته روی تو باری گلی من.
خط همدم در نظرم جلوه‌گر است روی ماهت همدم در نظرم جلوه‌گر است نرمت مهری تو هرگیز زی کناری دلی من زی کناری دلی من یک نظر دیدهی من بیچه دوزار روخت بیچه دوزار روخت عاشقی ای دلم گشته شاری دلی من عاشقی ای گلی من گشته شاری دلی من دانید من دیگر عشقم را در خزینه دل پنهان داشته نمیتوانم اجازه دید روی راست با پدر و مادرتان گفتگو کنم نه حالا وقتش نه اول مشکلی اکم را کشاییم گپتان معقول برای توی ظریف زمرت همه کاری از دستم می آمدگی را میکنم آن وقت ما هم آن وقت ما هم عزیزم خورم از آن که دوست دارم هستی محبوب و رفیق غم سارم هستی من با دل و جان از پای کاری وطنم خوشان که در این کار یارم هستی تو یارم هستی بری جانانه دل آباد بود از قدم خانه دیدی دلگر چیزی من عشق جمالی تو مرا لبرس بود همیشه پیمانه دل پای مانه دل پای مانه دل طالب قمری را با آغوش میگیرد و بوسه میکند مستوره که از خانه مدنیت میبراید بوسه بوسی آنها را میبیند قمری قمری وای مرم شما اینجا بودید ده های تستارید حاضر نمره شما میبخشید مستوره خان من تماما فراموش کردم گپی نونیه در این خیلی موردها آدم از فراموش خاطری نه فقط هوشش را بلکه خودش را هم گم کرده میماند حاضر رفتم وای روی مالکنه پروانه کنید در دست پدرتون است چی؟ اکنون چی می شود؟ خاننگی ها می دونند که وی روی مال من بود کار را بلا زد وی را خودی مادرم امروز شسته بود ما چی کارها کردیم؟ غم نخورید تا فردا روی مال را کسی نمی بیند پگاه روزی باشد من یک پلان دارم در این کار مستوره خان به ما یاردم میکند من؟ ها؟ امیدوارم که همچون دوگانه جانی قمری شما در این کار خورد یاردمی کلان کرده میتوانید با جان و دل لیکن نمیدانم که خودش چی گفت بعد از کنسرت من همش رو به شما میفهمانم حاضر رفتیم بینای نوی پونکت طبی کلخاز
از گوشه حولی به طور پنهانی طالب پیداش نمی آید. هیچ کس نیست. مستوره خان، قمری خان، اینجا بید. خوش، چی گپ؟ چی گپ؟ زمره شریفم در کجا؟ ها انا از باغ گل میکند. خیریت تناوب است. اکنون ما باید او را از اینجا گسیل کنیم. مستوره خان، شما آنجا روست میشوید، شما قمری خان همراه من میروید، ما زمرد را گسیل میکنیم. مستوره خان باشد موافق شرط و مصلحت ما. خال نظر اوتا را پیشواز میگیرد. رفتیم. آنها آهسته غایب میشوند. زمرد با گلهای تر و تازه حاضرک کنده شده سرودخوانان می آید. ظریف، کاش که من تو را نمی دیدم و نمی سوختم. قمری همراه طالب با هیجان دویده می آیند. زمرد شریفونا، زمرد شریفونا، زمرد شریفونا. طالب جان. سلام. سلام. رفتیم. با کجا؟ با سایز خانه میرویم. برای چی؟ فلاکت با کی؟ بابا چی شد؟ لغت زد. باید با زور نفس بکشد یاردم شما لازم. خیلی نااحتیاطی. رفتیم. زمرد با همراهی قمری تیز برآمده می رود. حاضر همه کار نانز رفته ایستاده است. مستوره خان، مستوره خان، انا اکنون نوبت شما. منه دارید. طالب از کیسهش پریک زنی پیر آینک را برآورده به مستوره میدهد و به دستش عصا میگیراند. انا نگفته خال نظر آتا به دکتر خانه می آید، او را نغزک قبول کنید، درست تکک به دردش ملهم گذارید. خب می واقعا بعد از در آوردن روی مال قمری خان از یاد نبرد. خب می مستوره طالب را به کابینت تیله میدهد و خودش آنجا پنهان می شود. خال نظر پیدا می شود وی پریشان خاطر. دختر گفت که پگاهی کتی بیایم. انا من آمدم، لیکن بعد از ماجرای دیروزه با وی چخیل گپ زنان میکرده باشم نمیدانم. مستوره یک تهی سفید پوشیده، در سر تیلپک دختوری، پریک، دقت شده، عصا در دست، لنگان از پونت طبی میبراید. در چشمش عینک. با شما کی در کار؟ دختر اینجا بیایید. مرحمت. خوش. شنید؟ خوش. ترمومتر را گیرید. حرارت را سنجیدن در کار. حرارت را؟ برای چی؟ سوال غلطی. در دخترخانه از همه پیش
درجه حرارت بیمار را میسنجند. آخر من به هیچ یک من پر رفیق بیمار ترتیب وی را نکنید. دارید. اوه چه خیر کمپیری بدجهل ها. خیر چی علاج؟ بیمار لبی فامیلیتان چی؟ کریموف. بیمار خوش. نامتان چی؟ خال نظر. امروز خودتان را چه خیلی اسم میکنید محترم خال نظراته؟ از افتش بد نیبریم. اما از افتتان احوال شما خیلی بد می نماید. رنگتان سفید کندگی رحمی کس می آید. من صحت سلامت دوپا درست. چشمتان تماما فرو رفتگی. نخواد. عادتا دلی کس علتی باشد همین طور می شود. این بسیار خطرناک. بسیار خطرناک؟ ترمومتر را دید؟ مرحمت. اوی 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 چی شد؟ احوالتان بد شد می؟ احوالتان بد شد می؟ احوال شما چطور؟ شنید آرام. کسلتان خیلی سخت. بینید تبتان بلند. 42.5 اوه. سرطان را بسته لازم. یگان رویمال دارید؟ انا؟ نه این نمی شود. بسیار غفص. بلکه دیگرش بودگیست. دیگرش هم هست ولی مال کس. چه فرق ضرر ندارد. دادن گیرید. منه نه. بیایید من یاردم کنم. نه من خودم. ای سبیل از دست رفت. کسلتان سخت. شما را فوراً برایان فرستاندن لازم. برایان؟ ها به پیش دکتری کلان. من کم تجربه با درد شما دوا کرده نمیتوانم. برای چی برایان بود است؟ نه مرا اینجا دخترم زمرت خان تبابت میکند. زمرت اپا دیگر شما را تبابت کرده نمیتواند. نمیتواند؟ برای چی نمیتواند؟ در دنیا کسلی های وی نمیدانستگی نیست. وی به همه در دوام میابد. نمیتواند. ها نمیتواند. برای چی نمیتواند؟ برای اینکه از اینجا میرود. میرود؟ با کجا؟ با دیگر کلخاص. با دیگر کلخاص؟ برفتن عهد کرد. حتی چیزی چارش را غونداشتمان. چیزی چارش را غونداشتمان میگوید می؟ غونداشتماند. همش به طفیل شما. به طفیل من؟ ها بیرحمی سنگدلی شما. همین خیل دختری نغز، همین خیل دختری عالی جناب از کلخاز ما می رود. با کثافت شما این خانه خالی می ماند. از دست شما این باغ خزان می شود. چیزی نمیفهمم. شما چه گفته ایستادید؟ بیچاره اذیت کشید. به عذاب و عاقبت دوچار شد. در بین یک شب چه باری خوش شدم. خوش شد؟ کی خوش شد؟ شما عجب آدم غلطی بوده اید. البته درباره دختر بسیار دوست می دارد. او را چنان دوست می دارد که ماندن گیرید. استید کرا دوست می دارد؟ سوال قزق. البته پسر شما ظریف را. وی تمام شب چشم نپوشید. در خوابش همیشه ظریف عزیزم ظریف جان میگفت. وقتا که آفتاب برآمد میدانید چی گفت؟ وی گفت که من دیگر در اینجا ایستاده نمیتوانم. به کلخاز دیگر رفته کار میکنم. نخواد. این نمانید که از کلخاز رود. اگر وی رود به شما که نگاه بی میکند. حال پسری شما آن وقت چی میشود؟ گل بی میآید. های موی سفید، شما حال هم در همین جا اینقدر حیال کردید. السلام. من به شما یگان حادثه روی داد میگفته دوان آمدم. روی داد. حادثه هم روی داد. بابایی همین خیلی هم دلم گمان داد. چی شد؟ تست برگوی چی شد؟ نباشد دلم تارس میکفد. دختر از دست میرود. با کجا؟ برای چی؟ از چی سبب؟ با دیگر کلخاز میرود میگویند. چه؟ ظریف چی؟ حال پسر ما چی میشود دادیش؟
اگر وی رود ظریف هم از قفای وی رفتن میگرد ده. گوش کنید موی سفید جان، یک روی نکرده به توی آنها رازگی دهید، نباشد به کثافت شما بی پسر و بی کرین شده میمانیم. هم بی دختر؟ بی دختره؟ انا هم بی دختر. آی من پگاه روزی با گپ شما نور بیبی خاله را به خانه عروس فرستاده فاتحه را گرداندم. اگر یک روی کردن گرید از این مانده از وی رانده میشویم ده. حاضر هم فرصت هست. زمرد رو نگاه داشتن ممکن؟ البته نگاه داشتن لازم. موی سفید از دردها الهی تیزتر خلاص شوید. دختر را نگاه دارید، برکه یابید، از دست نرود. موی سفید جان اگر خواهید من به شما یاردم میکنم. یاردم کنید خواهرکم، قربان کتان شوم. یک زور زنید بخت پسرم نگردد. طالب به مستوره اشاره میکند که وی رود. مستوره با پونت طبی در آمده، پریک یک تک و عینک را پرتافته از تیریزه در گوشه بودگی میبراید و میگریزد. ظریف و میسره میآیند. دادا بیبی اینجا چی میکنید؟ به پیش دکتر آمدیم. شما برای چی به پیش دکتر آمدید؟ برای چی میشد؟ کارمان غلطید. کارمان غلطید. کارتان غلطید؟ زمرد در کجا؟ نیست. خیریت هر دیتان هم در همین جا. گوش کنید. انا میسره وای هم به این توی مقابل وای به خواندن رفتنی. به مرکزی ریان، به پیشی مادر کلانش. نه آخر من مادر کلان ندارم. به انستیتوت خواجگی قشلاق رفته میخوانم. با کثافت این توی پدرم نمانده بود. اکنون من به نیتم میرسم امک جان. آفرین نغز میکنید میسره خان. است میخواهم پیش از خیر خوش کردن یک چیز را از تو پرسم. مرحمت. این رویمال را میشناسی؟ رویمال تو می؟ رویمال؟ میبخشید این رویمالی من نیه؟ از آن تو نیه؟ نه تو درسته که حق بین بلکه میشناسی ها؟ نه آخر خال نظرمک با خدا که از آن من نیه. بلکه تو با من باز میگفته یکی دین شب در تک درخت نزد کلوب تو نیستاده بودی؟ آیا تو این رویمال را نغلطاندی؟ آیا تو با طاهر نام یکی چه موچی نکردی؟ آیا تو نبودی؟ من؟ موچی کردم؟ یا توبه این چی گپتون خال نظرمک؟ آخر دین تمام شب از خانه بیرون نبر آمدیم. خواندم با امتحان تیاری دیدم. استید کنی موی سفید به من نشان دهید. انا وای مرم این روی مال دختر ما کو؟ کمپیر با تو چی شد؟ تماما میگت را خوردی می؟ به شما گفته ایستادم که این روی مال دخترتان. از چرخ و کلابت بافته نبران میگویم. من کور نشدیم که آخر خودم دینش تبدم. اینجا بیا. با این طور باشد این رویمال به دستی باید دختر چطور افتاد؟ آن وقت در تک درختی نزد کلوب کدام دختر ایستاده بود؟ این رویمال به دستی باید چخیل افتاد؟ من از کجا دانم؟ کمره این رویمال را به کنسرت بسته رفته بود. به کم کدام یک بازاری پیپسه در کار گفته بود. معلوم میشود که کمپیر جان این قلقی دختری تو برین. دختری من؟ یک دختری من می؟ دختری شما؟ دختری من از برای خدا کار طرف چگیلتر شده ایستاده است. زمرد با هیجان می آید. ظریف را دیده می گوید شما در راه اینجا آمدید. احوالتان چطور؟ رحمت بسیار نغز. هیچ جایتان درد نمی کند؟ با شدت درد می کند. با کجایتان لغت زد؟ لغت زد؟ کی لغت زد؟ کی می بود؟ اسب ده؟ اسب؟ چی خیل اسب؟ نه روس نکنید ظریف جان، من همش را میدانم. با شما چی شد زمرد خان؟ این گپ ها را به شما کی گفت؟ با من قمری طالب گفتن. قمری طالب؟ من حاضر از سیز خانه آمده ایستادم. آنجا گفتن که شما رفتید. شما نخواستید که مرا خفه کنید. بیایید یارتان را نشان دهید. باور کنید که من دیو بر این سلامت هستم. بلا بر این نگاه کنید. با من طالب گفت. خودی وای کنی؟ زمرد از سینه راست به کابینت خود میبراید. ظریف از قفای وی میرود. وای را هم احمق کردن. این کار قمری طالب. کمپیر آی کمپیر بلکه دین در تک درخت نزد کلوب
دختری تو کتی طالب ایستاده بود. نیه؟ این همان رمان رسام، آوازش همانم بوده. همان کارچلان. آخر کمپر جان وای دختری تو را موچی کرد. خودم دیدم خودم دیدم. وای چطور جرأت کرده؟ اگر حاضر به دستم می افتاد. حال نظرم شما طالب رو ندیدید می؟ وای تا من آمدم در اینجا ایستادنی بود. در اینجا من طالب را ندیدم، فقط با یک کمپر دختر گپ زنان کردم. کمپر دختر؟ با شما چی شد امک جان؟ خواب دیده ایستادید می؟ همشیره طبی من برای آوردن دارو بر ریان رفتگی. میبخشید دخترکم، من پیر باشم هم چشمانم دوپه درست کور نیه. تکرار میکنم که خودم حاضر با کمپر دختر گپ زنان کردم. وای حتی حرارتی مرا سنجید. من به شما میگویم که وای بر ریان رفتگی. من به شما میگویم که وای اینجا بود. اگر باور نکنید من از کمپر جان من پرسید. دکتر بود حاضر که وای به من وعده داد که یک مشکل ما را آسان کند. هیچ چیز نمیفهمم. همه در حیرت. در این لحظه مستوره فریاد زنان دویده می آید. یاردم کنید مصیبت یاردم کنید. بدبختی طالبه از درخت افتاده پایش شکست. افسوس که فقط پایش شکسته است. کاش که گردنش هم میشکست. ظریف به یاری میشتابد. قمری و مستوره با زنبرغلتک طالب را میارند. سر و پاهای طالب از بالا با روی مالی سچاق بستگی. وای میمورم. با اینجا با کبینه. نه وای در کار نه، لازم نه. آزار ندید همینجا. وای ماند. در آخر عمرم اندک آزاد نفس کشم، هوای تازه خورم، به آسمانی که بود آخرین بار نگاه کنم. نرسید. وای درد میکند، دردش قطال. زمرت و ظریف نیرنگ طالب را فهمیده چهرهشان را باز غمانگیزتر میکنند. غیر از خالنظر و گلبیبی دیگر همه در اطراف بیمار دو تاز میکنند. های جوره جانی من، های افسوس. جزای آدمی گنده انا همین. خالنظرم این شما می؟ وای انا دیدید، انا امک جان دیدید دین شب کم در حاصل کردم. خدا به غضبش گرفتار کرد. این هم به تو کم امک جان کم. میدونید امک جان من نمیخواستم شما را رنجانم. من همه این را برای جویرم کردم. وای امک جان دیدید چقدر بد از افتش عمرم با آخر رسید. وای امک رحم کنید، وصیت آخرین آدم مرده ایستادگی را به جا بیارید امک جان. من یک آرزو دارم امک، پیش از آن که جانم برآید میخوام ظریف خوشبخت شود. وای امک جان، وای با زمرت یک شود. رازگی دید امک جان، رازگی دید امک. التماس این سیابخت رو بجا بیارید. وای برای خودش نیه بلکه برای پسری مازور. بله امک جان. خالنظراته راضی شوید، کار تمام و سلام. خالنظرم من هم التماس میکنم اجازت ده دل داده ها خانه دار شوند. التماس میکنم دادا جان التماس طالبه را رد نکنید. دادا جان وقتی من در دست شما، ما وعده میدیم که شما راضی و سرفراز گردانیم. کمپر یک کمپر میگم. یک کمپر فردا همه قشلاق را با توی خبر کن. انا اکنون تو دخترکم از اینجا به هیچ کجا نمی روی. تنها به یک شرط توی می شود. تو دایما هر وقت منی موی سفید را معالجه کرده میستی دخترکم. با جان دل پدر. رحمت جوره جان این هیله رو نقص باخته برآوردی. تو دخترکم میسر خان گناهی منی موی سفید را ببخش که تو را بیهوده رنجاندم. آدمی پیرده مینه ها خوش شده به همه این انا وای جواب کرد. تو کتی دخترم، تو کتی نقاش
الهی در گپ زنا میکنم. احوالم بد شد، تماما بد شد، میمورم اما. مردن برای چی؟ زندگی اکنون سر شد. دادا برای خوشنودی همین روزینک از گناهی وی گذارید. وی چون دوستی بی‌غرض رفتار کرد. شما میسر خان، شما زمرد خان گناهی او را گذارید. بخشیدم، تماما بخشیدم طالب جان. من هم بخشیدم، تو رو هم قمری خان. آی من امک، من یک آرزو دارم. من میخوام که تا روزی توی زنده مانم، پلوی روغنی توی را خورم، با سلامتی کلین و داماد قدح بردارم امک. بعد برای ویستافکا صورت شما خال نظر آتای محترم را تمام کنم. هیلگر آی مکار. پدر جان شما هم از گناهی وی گذرید. همتمی برای تو کلینی عزیزم، فقط به حرمت تو از گناهش میگذرم. آی طالب، ولی اول من او را درست که جزا میدیم. بگذار این تاخیر زهرای خود را بزنی گیرم. اکنون خواهیم میگیری بزنی، نخواهیم میگیری. پس از آنکه دینه شب در تک درخت نزد کلوب تو قمری را مچ کردی، اکنون بزنی گیر. بزنی گیر. بشما چی شد مرزدیت؟ بشما چی شد؟ عقلت رو خودت چی بلا؟ نیه کمپر جان، من هنوز عقلم را گم نکردم. من خوابم یا بیدارم. انا خال نظراته من با تمام دل جان التماس های شما را بجا میبرم. انا دیدید در رو میخبرین سیاه شدم. من از سخنهای شما بال و پر برآورده ایستادم امک، لیکن باز از شما یک التماس. باز چی التماس؟ التماس من همین که توی ما را هم با فردا تعیین کنید امک. توی بالایی توی میشود. تو چی میگویی خواهرکم؟ چی میگفتم اکا جان؟ دل زینب گفتند اختیار در دست بختیار. شما نمایشنامه تئاتر دولتی اکادمی درامایی به نام لاهوتی را